امروز ما به زمین فوتبال مدرسه رازی اومدیم تا مسابقه بین تیمای رشیدی و احمد نیا رو براتون پخش کنیم. در اینجا در کنار من آقای رشیدی کاپیتان تیم خودشون در اینجا هستن و من از ایشون خواهش کردم که باشون مسابقه انجام بدم. میشه تونتر که بازی شروع میشه. بله قربون. خواهش می‌کنم بفرمایید شما ترکیب تیمتون امروز چجوریه؟ امروز همینطور داری وسیع گلره، فقط سینا بکمون با میسته بیرون. بله. دیروز هم با اینکه دستش خرابه اما میذاریمش بچه که منم لفه قبل بک وسط دستش خرابه، یعنی دستش در رفته متاسفانه. بعد بله. فؤاد وفایی و سینا معتمد بیرونه و تیم همونه و منم اون مفتک. بله. خواهش. خب در اینجا حالا با شبین احمد نیا کاپیتان تیم خودش مسابقه میکنیم. خب آقای احمد نیا ممکنه بفرمایید شما نتیجه مسابقه امروز رو چند پیش بینی میکنید؟ 2-0 به نفع شما. مثل در دفعه قبل 1-0 برده بودیم مسابقه. خب آره دیگه معلومه. این پچه‌ها می‌بینی دور نخواست. خیلی متشکرم. تیم‌های احمد نیا و رشیدی حالا اشتباه کسایی موجب میشه که رشیدی توپ رو بگیره، بهزاد به سیروس از اونور یه پاس به توسی برمیگردونه به خود معتمد پاس دور، رازانی برمیگرده توپو رو سر معینی میگذره. خب توپ به اوت نرفته هنوز. خیلی قشنگ باری کلا معینی میگیره توپو برمیگردونه بهزاد زیر پای زمانی توپ. زمانی یه پاس کوتاه به معینی به خودش خیلی قشنگ یک دو میکنه. این دوتا برمیگرده توپ زیر پای هادیان میره جلو، یه دیری بهزاد دیری میکنه، یکی دیگه رشیدی توپو میگیره به بهزاد پاس میکنه، بهزاد خودش به زمانی میره جلو، زمانی خودش برمیگرده توپو. خب اوت میشه. خب توپ دست احمد نیا دروازه‌بان و کاپیتان تیم خودشون. بله اینجا فول زمانی رو روی کاردان مسکین. بله فولش رو کاردان میگیرن. چیه تمام شد؟ استانروس آنتونیوس پشت توپ میندازه توپو برای کسایی از این ور توپ به خودش یه دیره به قشنگ بهزاد اوتو میندازه کسایی. خب توپ به اوت میره، بهزاد دوستش کنه. احمد نیا میندازه یک پاس راه دور برای تاجبخش خودش میزنه توپ به پای توسی میخوره به اوت میره. توپ دست تاجبخشه برای استاق میندازه برای کسایی وای توپو خوزه با دستش میگیره دروازه‌بان تیم رشیدی میندازه توپو میفرسته برای توسی برای کاردان پاس برای رازانی وای اشتباه میره رازانی جلو سانتر میکنه به دروازه کسی نیست. اما هادیان خودش باید سانتر کنه الان اما نه میاد معینی تک میکنه توپشو قشنگ برمیگره خود هادیان برمیگره میندازه برای تاجبخش یه دیریو قشنگ میکنه تاجبخش خیلی قشنگ برمیگره سانتر معینی توپو برمیگرده وسط زمین احمد نیا توپ برمیگرده معینی پا به توپ هادیان اشتباهش به رشیدی میرسه توپ رشیدی خودش میره جلو کاردان توپو به اوت میفرسته رشیدی اوتو پرتاب میکنه برای زمانی خودش داور اشاره میکنه که توپ کورنر شده. بازیکن احمد نیا آنتونیادیس استاوروس اسمش اعتراض میکنه به داور تذکر بهش میده. توپ در نقطه کورنر میکنن. بهزاد پشت توپ میندازه توپو سانتر میکنه وای رشیدی میاد بهش توپ پاش نمیگیره. رازانی با پا به توپ میاد جلو خود رازانی رشیدی باش رازانی وای میسونه توپو برمیگردونه توپ زیر پای معینی اضافه میکنن دفاع راست تیم رشیدیه. الان توپ زیر پای هادیان به کاردان برمیگردونه به خود هادیان میندازه برای کسایی خیلی قشنگ میندازه بین دو یار رد میکنه کسایی برمیگردونه توپ زیر پای معینی از اون ور میندازه رازانی میگیره رازانی خب
زمانی میاد جلو، زمانی خودش پا به توپ برای توسی که در آفساید قرار داشت اونجا توپو میکنن. توسی توپو میندازه به بیرون زمین. خب کاردان پشت توپه، میندازه توپو بلند و خیلی قشنگ برای تاجبخش استوب میکنه توپو زیر پاشه، پاس برای کسایی بهش نمیرسه، بهزاد برمیگردونه دوباره زیر پای تاجبخش، معینی توپو میگیره، توسی برای بهزاد و توپو اوت میره. استاوروس آنتونیادیس توپو میندازه برای محمد کاردان خودش پا به توپ میره جلو، پاس برای تاجبخش اون ور استوب میکنه توپو برمیگرده یه بار دیگه از اون جنا حمله میکنه، موفق نمیشه. معینی اشتباه آنتونیادیس برای کاردان به تاجبخش از اون ور برمیگردن توپو. استاوروس توپو معتمد میگیره میاره وسط زمین، پاس برای رشیدی استوب میکنه توپو خیلی قشنگ برای زمانی. خیلی قشنگ استاوروس از پشتش میاد و توپو به کرنر میکنه، پرتاب میکنه برمیگردونه هادیان معتمد دفاع میانی تیم رشیدی میندازه توپ از اون برای رشیدی بلند میکنه توپو توپ داشت به دروازه میرفت، قوسی که احمدیان توپو میگیره، توپو یه بار زمین میزنه، یه پاس بلند برای هادیان از اون ور دریبل میکنه، جدال بین معینی و کسایی، موفق معینی برمیگرده تاجبخش میشه بار بیرون خود بهزاد میفرسته پاس، استاوروس میگیره توپو، کسایی پاس اشتباه میکنه، کسایی شوت استاو از بغل کنار دروازه میگذره. خب توپ باز زیر پای بهزاد میفرسته برای زمانی خودشه. آقا خانم سرداری اینجا زمانی خودش پاس رشیدی خیلی قشنگ براش میندازه، رشیدی یک نو میکنن با هم، اشتباه زمانی، توپ به شروین احمدیان دروازه‌بان حریفشون میرسه، توپ دستشه میندازه برای کاردان استوب اوت رشیدی. خب توپ دست رازانیه، اوتو بر بندازه روی دروازه رشیدی، رازانی اوتو پرتاب میکنه روی پای معتمد. خب برمیگردن دوباره معتمد دفع میکنه، خیلی دفاع خوبیه این معتمد، به حساب گازرانی تیم رشیدی ایناست. نه خب توپ زیر پای رشیدی میندازه وسط زمین، برمیگردن تو زمین احمدیاس، توپ استاوروس آنتونیادیس، پاس برای رازانی استاپ میکنه توپو یواش آروم، پاس راه دور برای کسایی خیلی قشنگ میفرسته، اما اشتباه کسایی موجب میشه معتمد توپو بگیره، پیر کاردان نمیرسه، زمانی خیلی قشنگ میگیره توپو ازش، پاس به رشیدی، اشتباه رشیدی، توپ به اوت میگیره، توپ زیر پای شاهین هادیان برای کسایی، باز اشتباه میکنه کسایی، توپو برمیگردونه به بهزاد برای زمانی خودش میاد میگیره روی زمانی از طرف کسایی، داور مقامی میگیره، رشیدی توپو میکاره، پشت توپ قرار داره الان شماره 7 رشیدی پشت توپ، داور از اون به اشاره میکنه بهش که بنداز توپو، شوت میکنه از کنار دروازه رد میشه توپ، احمد نیاد توپو میندازه برای کاردان، خب بهزاد میاد به سر بزنه، توپ از سرش اوت میشه، خب کاردان اوتو میندازه برای زمانی میگیره توپو میندازه خود بهزاد از این ور، زمانی با استاوروس موفق، زمانی میاد باز بهزاد یه دریبل میکنه قشنگ ولی توپو ازش میگیره، استاپ میره، خود کاردان رشیدی توپو به اوت میزده با یک تکل خیلی قشنگ، در اینجا توپو کاردان میاره دروازه‌بان تیم حریف رو اونور زمین می‌بینیم سوار شده، یه مقداری تیر عمودی چسبیده. خب اینجا اوت میشه، اوتو میندازه، رشیدی دفع کنه، رازانی میگیره، بعد الان پاس بده به کاردان ولی سانتر میکنه، تاجبخش پا به توپ، پاس برای استاوروس، کسایی به کاردان وای اینجا معتمده که توپو دفع میکنه،